سلام، من ویلیام برن هستم و این داستان منه. شاید بعد از جریان سالهای 1999 و 2000 باورم نمیشد که دوباره بتونم برای یک بار دیگه داستان ماریا رو تو دستان بگیرم، ولی اتفاق افتاد. ماریا همیشه عشق من بوده و خواهد بود، حالا که ماریا از راز کوچک من هم باخبر شده. از اولین باری که شروع به نوشتن کردم مدت‌ها گذشته و اتفاقات عجیب و غریبی در این مدت روی داده. بذارید از اول داستان شروع کنم. بعد از آخرین بار نوشتنم، من و آلفرد یک جلسه در مورد لزوم عملیات دستگیری یا نابودی نونیم داشتیم. نیروهای اطلاعات آحاق موقعیت دقیق نونیم رو شناسایی کردن، ولی من برای عدم درز اطلاعات حتی این موقعیت رو با آلفرد هم نگفتم و فقط خودم و 10 تن از بهترین نیروهایم از این عملیات جزئیاتش اطلاع دقیق داشتیم. اما در حین دستگیری نونیم اتفاق بسیار عجیبی روی داد که توان بازگو کردن آن رو با آلفرد هم نداشتم و از طرفی خطر این موضوع باعث شد تا با ماریا در مورد این موضوع صحبت کنم. ماجرا از این قرار بود که عملیات دستگیری نونیم صبح روز شنبه هفته اول جولای سال 2027 در ساعت 7:05 در یک کارخانه قدیم در شهر اوباهازن آلمان شروع بشه. عملیات شروع شد. نونیم بعد از مقاومت در برابر نیروهای ما وادار به عقب نشینی شد و به جنگل پشت این کارخانه پناه برد. من در حال مشاهده لحظه به لحظه عملیات در اتاق فرماندهی بودم. تصاویر پهپادی هم به ما در ردگیری نونیم کمک شایانی کرد تا اینکه در یک لحظه اتفاق عجیبی روی داد. ناگهان انفجار بزرگی در همون منطقه روی داد و بعد از اون همه دوربین‌های ما از کار افتاد. بعد از اینکه نیروهای ما به اون منطقه رسیدن، با جنازه سوخته نونیم و چند تن از سربازان خودمون روبرو شدیم. جنازه سوخته نونیم همون لباسهایی رو داشت که در فیلم عملیات قابل مشاهده بود. پس ما به این نتیجه رسیدیم که نونیم مرده، اما دلیل انفجار هنوز برای ما معلوم نبود. اول حدس زدیم که پهپادها عملیات هوایی انجام دادن، ولی اپراتورها این فرضیه رو رد کردن. و بعد یکی از نیروهای ما گمان کرد که شاید یک مین از جنگ جهانی دوم در این منطقه منفجر شده. داستان پیچیده‌تر شد وقتی که از طرفی دی ان ای که از نونیم به دست اومد با بانک دی ان ای هیچ کدام از مردم کره زمین تطابق نداشت و همچنین زلزله نگاران ما یک زلزله 9 ریشتری رو به مدت چند ثانیه در اون منطقه ثبت کرده بودند، در حالی که اثری از زلزله نبود. این اتفاق چند سال پیش هم روی داده بود و این بار برای بار دوم. من که توانایی گفتن این جزئیات رو با آلفرد نداشتم، به ماریا درخواست یک دیدار رو دادم. در باغ پشت کاخ ماریا رو دیدم. به محض دیدن من ماریا شروع به گریه کردن که من دیگه طاقت نداشتم. شروع به گفتن داستان خودم کردم. ماریا خیلی از دیدن من خوشحال شد، داستانم رو باور کرد. اون شب رو با ماریا سپری کردم و فردا در مورد این داستان با او صحبت کردم. ماریا گفت که با آلفرد در مورد جزئیات عملیات چیزی نگو و فقط بگو که انفجار در اثر حمله پهپادی بوده. ماریا گفت که آلفرد معمولا علاقه به شنیدن جزئیات نداره و فقط میخواد بدونه آیا این عملیات موفقیت آمیز بوده یا نه و من هم همین کارو کردم. بعد از اینکه نونیم به هلاکت رسید، آنجلا تمام قدرت و توان خودش رو در جنگ از دست داد. خیلی از عملیات‌های ما به موفقیت به سرانجام رسید و در آخر هفته گذشته تونستیم آنجلا رو در یک خونه قدیمی در دوسلدورف دستگیر کنیم. در لحظه دستگیری داشت یک نامه محرمانه رو داخل دهنش میذاشت که ببره، ولی من سریع نامه رو دهنش خارج کردم. آنجلا الان در زندان هست و نامه در دستان آلفرد. من در واقع خودم اون نامه رو نخوندم و سریع اون رو به آلفرد رسوندم. آلفرد بعد از خوندن نامه همه ما رو از اتاق بیرون کرد. هیچ کس جز آلفرد و آنجلا نمیدونن که در اون نامه چی نوشته شده. اما از اون روز تا حالا کسی آلفرد رو ندیده. خودش رو توی اتاق حبس کرده و با کسی حتی من و ماریا هم صحبت نمیکنه. فقط به یکی از پیش خدمتان دستور داده تا با آنجلا خودکار و کاغذ به مقدار کافی بدن و مزاحمتی براش ایجاد نکنن. شاید میخواد اطرافات آنجلا رو داشته باشه، نمیدونم. اما اینو میدونم که جریان نونیم آنجلا باعث وصال دوباره من و همسرم ماریا شد. بعدم بیشتر از خودم براتون مینویسم. فعلا